تو هیچ وقت برای من وقت نمیذاری. اصلا من برات اهمیت ندارم. خیلی ممنونم با تمام مشغله هایی که داری گاهی برای من وقت میذاری، ولی دوست دارم این وقت گذاشتن رو بیشتر بکنی. تو اصلا نمیفهمی من چی میگم. تو اصلا با من حرف نمیزنی، در صورتی که برای دوستات همیشه وقت داری. خیلی دوست دارم یه زمانهایی که تایم آزاد داری، خسته نیستی، با هم دیگه صحبت کنیم در مورد خودمون، رابطمون. یعنی چی وقتی کنار منی همش سر تو گوشیته؟ تو این گوشی چی میخوای؟ میشه 2 دقیقه این گوشی تو بندازی کنار، به من نگاه کنی، اصلا ببینی من چی میگم؟ عزیزم وقتی کارت تموم شد میخواستم در مورد یه مسئله باهات صحبت بکنم. بله، بایدم طرفدار خانوادت باشی. تو همیشه به خاطر اونا منو ندیدی، همیشه طرف اونا بودی. ببین میدونم خانوادت خیلی برات عزیزن، ولی منم عزیزم، ولی یادته اون سری که اونا دخالت کردن رابطمون چقدر خراب شد؟ برای ارتباط با روانشناس متخصص فقط کافی شماره تلفنتون رو در کادر زیر وارد کنید.